این هفته خبر تو خبر داره براتون از طوفان تغییری که در راهه و آخوندهای هراسونی که میخوان خودشون رو به اون راه بزنن و اینطور وانمود کنن که هیچ خبری نیست و انشالله که گربه است. ما دلایل زیادی در اختیار نداریم که بتونیم بگیم این ائتلافی که تحت عنوان مسا یا ائتلاف راهبردی خاورمیانه الان در حال شکلگیری است در منطقه، این ائتلاف واقعی است. به نظرم بیشتر دلایلی در اختیار داریم که میتونیم استدلال بکنیم که با یک عملیات روانی و رسانه‌ای فعلا مواجه هستیم. ما اجماع قدرتمندی رو به هیچ وجه مشاهده نمی‌کنیم. حکایت عظما تو این روزا حکایت این آفتاب پرسته که داره از ترس به خودش میلرزه و دنبال یه راهی برای استتار کردنه. حالا تو این وضعیت درام داخلی و منطقه‌ای، عظمای آفتاب پرست بازم فیگور اپوزیسیون به خودش گرفته و به جایی که اموال تریلیاردی خودش رو کنه از دلالا میناله. ما هی تأکید میکنیم به تولید داخلی، فلان دلال واردات چی، چون برخلاف منافعشه میره از طرق مختلف کارشکنی میکنه، ازا میبینه به نتیجه نمیرسد. حالا که صحبت از تولید داخلی شد، بریم سراغ سایپا و یکی از جدیدترین آپشن‌ها یعنی استارت خودرو با اسکناس 1000 تومانی. مرسی سایپا با 1000 تومانی. سید علی بافور در حالی داره این روز خونیا رو میکنه که کسی تو نظام ترم براش خورد نمیکنه. ببینید این پاسدار قاسمی برای طلسم شکستگی عظما چه گلویی پاره میکنه. آقا امر فرمودن چشم آقا جان، من و تو نوکر شما. آقا جان فرمودن که برید نگه دارید. میگن مطیع امر ولایت بودن، نه مثل شماها بعضی ها. امشب آقا صحبت میکنه، فردا توی رسانه و توی رادیو تلویزیون رسما کل میندازید با آقا، رسما. منظورش اینه که تو حرف تا دلتون بخواد عظما رو حلوا میکنن، اما در عمل توپ ولایت رو شوت میکنن توی عظم. خب طبیعیه که تو این وضعیت بسیجی‌ها حسابی رم میکنن و به شرشر میفتن. به خاطر همین این پاسدار عباسی باید بیاد وسط و یه فکی برای بسیجی‌های وامونده بزنه. دوره حضرت سید علی دوره ای نیست که ما اجازه بدیم امام جامعه حرف بزنه دیگران این حرف رو با تمسخر بگذارن زمین راه خودشون رو برن. داره به زبون بی زبونی میگه ماشین مشتی سید علی قات زده و همین روزاست که راهی دره بشه. این هم تصویری از نیروهای مسلح نظام در روزگار رو به قبله شدن سید علی. این هفته شیخ فری یه سوتی داد در حد لالیگا، میگه ابر پایینشو نگاه میکنه بعد میباره. شما اگر همه جنگل ها رو از بین بردید همونقدر بارون میاد که جنگل باشه؟ خب اینجور نیست. هرچه درخت بیشتر باشه، مرتع بیشتر باشه، سرسبزی بیشتر باشه، ابر بیشتر میباره. وقتی شما خشک میکنی خب ابر رد میشه، ابر نگاه میکنه به پایینش و میبینه خبری نیست، کویره. خب برای چی بباره؟ خب میره جای دیگه. جالب اینجاست که قبلا همین موضوع رو درباره ابر برجام گفته بود و براش انیمیشن هم درست کرده بودن. برجام یک ابره، اگر بخواد باران بباره
و این ابر سرزمین ما را پر آب بکنه، این درختهای سرو بلند و جنگلها و مراتع هست که ابر را وادار به باران میکنه. اگر پایین سبزه نباشه، گل نباشه، درخت نباشه، کویر باشه، ابر نمیماره. این هم سفر شیخ فری به گنبد و استقبال پرشوری که ازش شد. حالا فکر میکنید شیخ فری رفته بود گنبد چی بگه؟ درباره دردای مردم حرف بزنه؟ به مشکلات مردم رسیدگی کنه؟ نه خیر، رفته بود خبر پرتاب ماهواره به فضا رو بده. در روزهای پیش رو انشاءالله 2 ماهواره را به فضا پرتاب خواهیم کرد. ماهواره پیام که به زودی توسط ماهواره بری که ساخت خود ما هست در 600 کیلومتری فضا قرار خواهد گرفت. و این طور بود که با کلی جنگولک بازی و ماهواره رو شوت کردن به سمت آسمون. پیام امیرکبیر بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ به پرواز درآمد تا پیام سربلندی، خودباوری و اراده جوانان ایرانی را به رخ جهانیان بکشد. اما طبق معمول کوه موش زایید و ماهواره عظما ریپ زد و در مدار قرار نگرفت. خب متاسفانه در لحظه قرار گرفتن ماهواره در مدار و جدا شدن ماهواره از ماهواره بر در ارتفاع 500 کیلومتری سرعت جدا شدن ماهواره از ماهواره بر به سرعت لازم نرسیده بود و ماهواره بر به سرعت لازم نتونست برسه، بایستی به سرعت 7.5 کیلومتر در ثانیه میرسید و خب به این سرعت نرسید، سرعت کمتر از این بود و متاسفانه در فاز آخر ماهواره موفق در مدار قرار نگرفت. یکی نیست به شیخ فری بگه پس چی شد؟ تو که یه ماهواره رو بلد نیستی تو مدار قرار بدی، پس این همه دک و پوزت برای چیه؟ بیا قرار دادن در مدار رو از این کوچولوها یاد بگیر، همین قدرم ارزه نداری. تو روزگاری که پاسدارا و آخوندا دارن از زور مفتخوری و اختلاس میترکن، این آخوند پهنیان اومده براشون نسخه اقتصادی میپیچه و بهشون میگه تا میتونید پول در بیارید. به اندازه نیازت پول در نیاری. آقا میترسیم خراب بشیم، تو بدون پولم خراب میشی، تو الانش هم خرابی. شما داری ترویج میکنی پولداری رو. حزب اللهی که بی پولیش مال بی نباید اینو بذاره پای زهدش. این رئیس دزد بنیاد به اصطلاح مستضعفانم حرف پهنیان رو گوش کرده و اینجوری داره بخورش از سفره انقلاب رو برای بقیه شفاف سازی میکنه. اما بقیهش رو خودتون ببینید. حقوق ماکسیموم حقوق روی برگه استخدامی افرادی که الان هم معاونین ما که اینجا نشستن 10 میلیون، مال خود منم همینطوره، 10 میلیون و 700، 10 میلیون و 800. اضافه کارم میکنن، اضافه کارشون میگیرن. با اضافه کار بیشتر میشه، 17 میلیون، 18 میلیون، 19 میلیون میشه. منم همینم. من که صریح و روشن به شما گفتم اینو. حالا ببینیم تو کشور کی صریح و روشن میگه.
شفافیت میخوایم دیگه، نه؟ سعیدی که با که حقوقمون صفره چه کار باید بکنیم؟ با که جز کنسرهای پلاس دیگه حالا میرسیم به پلاسکو میرسیم دیگه، من خدمت شما هستم. اینجاست که صدای جوجه تئوریسین نظام در میاد و تلاش میکنه با شامورتی بازی و ردگم کنی قضیه رو ماستمالی کنه و اینطور وانمود کنه که این بخورا در خود نظام هم منتقد داره. همین الان یه طرح مجلس بگیم چی؟ ممنوع الخروج کردن تمام مسئولین تا اطلاع ثانوی، بعد علنی رأی گیری کنیم. بعد بیافتیم دونه دونه‌شون رو حساب کنیم. از کجا آوردی؟ ماهی چند گرفتی داداش؟ 1500 میلیارد تومان ثروت زیست. کجا حقوق میگرفتی؟ بگو ما بریم 1500 میلیارد تومانو تراول صدی کنی بریزی جلوی یه گله گوسفند 100 سال بخورن تموم نمیشه. چه جوری میخوری؟ از کجا آوردی؟ بگو ما بدونیم. نامرد تکخوری نبی با هم بخور. بیا بریم بچه‌هات کجان؟ بیا. دوره این خیمه شب بازی‌ها خیلی وقتی که سپری شده. تنها دعوایی که این جماعت با هم دارن دعوا بر سر سهمشون از آخر ولایته. این هم یه نمونه دیگه از اهتمام دولت شیخ فری برای حل مشکلات مردم و تقویت اقتصاد مقاومتی. رئیس جمهور رفته بود کرج، یه ناهار سنگینی پرداخت کرده، هزینه سنگینی بر ناهار پرداخت شده. چقدر بوده میدونی؟ 600,000 تومان یا 700,000 تومان. نه برو بالا. 1 میلیون 2 بالا 10 میلیون خیلی بالا. میگن دیگه بازاریا میگن 500 میلیون. 500 میلیون 500 600 تومن داده چی خورده؟ چی خورده شیشلیو بخوره چی 500 600 میلیون میشه. شاید شایعه باشه، من نمیدونم، ولی یه نفر میگه چقدر میتونه بخوره؟ 2 تا گزه بخوره؟ یه نفر نه، کلا با هیئت همراهش. جهانگیری بعد از اینکه نهار 500 میلیونی رو زد و حسابی سیبیلاشو چرب کرد یادش افتاد که معاون رئیس جمهور نظامه و باید از این آبگوره ها بگیره. یک لحظه وقتی آقای هاشمی با این تعبیر گفت که به داد کارآفرینا برسین، خب واقعا میدونم سخته. مشکل این جماعت اینه که هنرپیشگی هم بلد نیستن. اگه به اندازه این کوچولو بازیگری بلد بودن بیشتر کارشون میگرفت. این رفیق شفیق اکبر کوسه هم دم آخری داره تمام زورش رو میزنه که هر طور شده نظام لنگ در هوای ولایت رو حفظ کنه. راه برون رفت از وضعیت فعلی تغییر قانون اساسی نیست، تغییر نظام نیست، تغییر رژیم نیست، گسترش دموکراسی هست در جامعه ایران. یکی نیست به این بگه تو چارچرخت روی هواست بعد میخوای به عظمای گردن شکسته کمک کنی؟ در سالگرد استخری شدن اکبر کوسه از بدل جدیدش رونمایی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. ما زنده هستیم و حالمون خوبه. دوستان رو هم دعا میکنیم. این هم مجلس یادبود اکبر کوسه همراه با جوک و کمدی استنداپ. این عالم بزرگوار به آقای هاشمی گفته که آقای هاشمی شما که شنو بلد بودی، شما دیگه چرا غرق شدی تو استخر؟ شما که شنود خوب بود. نگو بسم الله الرحمن الرحیم. به ما گفتن زیرابی برو ما صدات میکنیم. ما هم زیرابی رفتیم این بی‌معرفت ما رو صدا میکردن. رسیدیم انتهای استخر، دیدیم دیواره استخر دروا شد. مرحوم هایده گفت اکبر بیا. من گفتم نه، گفت نه اکبر بیا. همه جور آخوند دیده بودیم الا آخوند آشپزخونه که اونم تولید شد. حرارت پایین
همین مرغ رو آبم زیاد درش نریزید، نصف استکان بیشترم نه، توش بریزید زعفران و کمی زردچوبه و ادویه خیلی معمولی و نه زیاد تند، بسیار بسیار پایین مخلوط کنید. این رو با پیاز رنده شده قاطی کنید، روی مرغتون بدید، سر ظرف رو سر تابه رو بگذارید، زیرش رو بسیار بسیار کم کنید با حرارت 10% حرارت اجاق. یعنی ببین اگر 100% چقدر بلنده، شما 10%، یعنی به اقلش این رو برسون، از 1/10 قرار بده و بعد به جای 5 دقیقه که میخواید آماده بشه بعد از آب پس کردن، شما 50 دقیقه 45 دقیقه همین مرغ بعد میشه بخار پس. چقدر لذیذ میشه، زیبا میشه، بریون میشه، عین سرخ کرده میشه. صنعت انیمیشن سازی آخونده هم داره یواش یواش کار والت دیسنی رو کساد میکنه. ببینید برای تبلیغ یه مش بسیجی سرکوبگر چه چیز مسخره‌ای ساختن. یه روز محمد حسین شنید که رهبر گفتن ما باید از مردم سوریه دفاع کنیم. محمد حسین زود حاضر شد و با دوستاش رفتن و مدافع حرم شدن تا نذارن آدمای زورگو و بدجنس مردم بیچاره رو اذیت کنن. خیلی طول نکشید که محمد حسین از سوریه برگشت پیش پدر و مادرش. باز خبردار شد که توی یکی از محله‌های تهران چند تا آدم بدجنس دارن خرابکاری میکنن و مردم رو اذیت میکنن. سریع لباسشو پوشید و با دوستاش رفتن و جلوی اونا رو گرفتن. دل رهبر از این کار محمد حسین شاد شد و یه روز رفت خونه‌شون و براش دعا کرد. در پایان توجه شما رو به مجموعه‌ای از چند شیرینکاری جالب جلب می‌کنیم که اگرچه دیدنیه اما پیشنهاد می‌کنیم امتحانش نکنید.